مقامات میگن اگر در گذشته ساکنان بیشتر به خاطر سفر به روسیه شناسنامه خارجی میگرفتند، همکنون اکثر مراجعت ها با نیت سفر به ازبکستان میباشد. در چند روز گذشته در نزد خدمات شناسنامه‌دهی یا آویر نوبت ساکنان نیز به چشم خورده است. ضیا رحمان شاعر تاجیکی برای دریافت شناسنامه خارجی به خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درخواست داده است. با زودترین فرصت صاحب این سند خواهد شد و میگوید نیت دارد بعد از سالهای طولانی به ازبکستان سفر و از وطن باباییش دیدن کند. ضیا رحمان میگوید بارها خواسته است سمرقند را زیارت کند، ولی با سبب نظام ویزا نتوانست دوام 2 ساله این کار را انجام دهد. اما بیبیمای علی دوغ ژورنالیست تاجیک تازه از سفر 10 روزه ازبکستان برگشته است و میگوید پس از سفر شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان زود سندهایش را به خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی آویر سپارید و در مهلت کوتاه توانست صاحب شناسنامه شود. به گفته بیبیما بلافاصله همراه دوستانش داوطلبانه سفر ازبکستان را پیش گرفت و گفت برابر رسیدن به خانه دوستانش در ازبکستان خود را در خانه آنها به قید گرفت. به ویزا به چی میرای در گرانیسه یک وای میمونن پیچر نمونن میرای رو پس رژیسته که پس نگاه کنم در 10 روز تماما پس ما نگاه نکردن نه که بو قید خیر موندیم اونجا خونه خشتباری او بچه‌گی از من بود و خوارم خودش شوش بود دیگه در اونجا قید موندیم و پیش دیگه نپرسیدن رو من بعد پرسیدم تاکسی چرا که خیلی اگر که می 3 روز بگذره اگر قید نمونی وای میکنن که گفت که پاسپورت نی رژیم نیست پاسپورت یگان کسی نگاه نمیکنه. اما بیبیما میگوید در گذرگاه دوستی میان ترسونزاده تاجیکستان و ناحیه سریاسای ولایت سرخاندری ازبکستان دیده است که مردم تاجیک و ازبک از طریق نوبتپایی با کشورهای همدیگر رفت و آمد میکنند. با گفته خانم علی دوغ او و دوستانش در مدت 10 روز به آسانی از قرشی، شهرسبز، تاشکند و بخارا و سمرقند ازبکستان دیدن کردند. با گفته وی آنها تا گذرگاه دوستی در میان شهر ترسونزاده تاجیکستان و ناحیه سریاسای ولایت سرخاندری ازبکستان با خودروی یکی از پیوندانشان سفر کرده و چون به خاک ازبکستان وارد شدند تاکسی را کرایه کردند. خانم بیبیما میگوید در این مدت در مجموع هزینه راهکرا، سفر خرجی، خورد و خوراک و حتی سوغاتی برای کودکان در بازگشت در حدود $200 آمریکایی را تشکیل داد. نیت سفر شاعر ضیا رحمان با ازبکستان و همینطور دیدار ژورنالیست بیبیمای علی دوغ از ازبکستان در حال است که در چند روز اخیر شماره دریافت کنندگان شناسنامه خارجی در خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی به خاطر سفر به ازبکستان افزوده است. محسن حمیدوف یک مسئول خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 29 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت در این اواخر اکثریت طلبکاران شناسنامه خارجی به هدف سفر به ازبکستان شناسنامه میگیرند و شمار دقیق مراجعه کننده ها برای گرفتن شناسنامه های خارجی را نگفت ولی تصدیق کرد که درخواست ها افزوده است. با اطلاع مسئول خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قیمت شناسنامه خارجی مبلغ $75 برای بلنگ و 75 سومانی برای باج دولتی و 40 سومانی برای خدمت رسانی آویر بوده است. این هم در حالی که مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگویند برای سفر به ازبکستان برای شهروندان تاجیک تنها شناسنامه خارجی ضرور است. مقامات در وزارت امور خارجه تاجیکستان میگویند آن شهروندان که میخواهند بیش از 10 روزی تقویمی در خاک ازبکستان مانند باید در نزد اداره پلیس مکان زیست یا مهمانخانه به قید گرفته شوند. ارزش به قیدگیری $5 است و این مبلغ به صورت حساب بانک ملی ازبکستان پرداخت می شود. در همین حال شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان به وزارت کارهای خارجی کشورش دستور داده است که مسئله تمدید مهلت بودوباش شهروندان تاجیکستان در ازبکستان را به گذاشتن قید جای زیست آموزند. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان 19 مارس سازشنامه مسافرت شهروندان دو کشور را که موافق آن ساکنان تاجیکستان و ازبکستان می توانند با مدت 30 روز به ویزا رفت و آ کنند تصویب کرد.